سرخط مهمترین خبرهای روز. تنقید وزیر توجیک از یاری کشورهای سوم به حمله طالبان در پنجشیر. در افغانستان شروع مقاومت ضد طالبان تأسیس می‌یابد. و ساکنان از روز استقلالیت چی می‌دانند؟ سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در نشست بخشیده به قضیه افغانستان از عملکرد گروه طالبان در ولایت پنجشیر تنقید کرد. نشست روز 8 سپتامبر با تشبث آمریکا و آلمان و با حضور آنلاینی وزیران کارهای خارجه چند کشور از جمله تاجیکستان و پاکستان، ترکیه، سعودی، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا برگزار شد. سراج‌الدین مهرالدین گفت طالبان هواپیماها را با مساعدت کشورهای سوم ضمن حمله‌ها به پنجشیر استفاده می‌برند که باعث به کشته شدن تعداد زیادی مردم بومی یعنی تاجیکان می‌گردد. ولی او از هیچ کشور نام نبرد. قبلا رسانه‌های هندی گزارش دادند که چرخبال‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین پاکستان در جریان حمله نیروهای طالبان به دره پنجشیر و موضع‌های جبهه مقاومت ملی حمله کردند. در بسیاری از شهرهای افغانستان نیز اعتراض‌ها به ضد پاکستان جریان دارد. سخنگوی ارتش پاکستان ادعای حمله هواپیماهای بی‌سرنشین کشورش را با پنجشیر رد کرده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در ادامه از جامعه جهانی خواسته است که به طالبان تاثیر رسانند و در پیدا کردن راه حل سیاسی در بحران جاری افغانستان مساعدت کنند. در حالی که به گفته او جامعه بین‌المللی طول 20 سال نتوانست در افغانستان ترتیب را جاری کند و ده‌ها هزار تروریست را در این کشور به میراث ماند. گروه تندروی طالبان در نیمه ماه آگوست امسال پس از تقریباً 20 سال سرنگونی حکومتش اکثر منطقه‌های افغانستان را اشغال و 7 سپتامبر هیئت حکومتی موقتی خود را رسانه‌ای کرد. حکومتی که مسئولانش آن را همه‌شمول ولی جبهه مقاومت ملی افغانستان غیر قانونی می‌دانند. تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را با رسمیت نشناخته است، ولی بعضی از کشورها از جمله ازبکستان از تشکیل آن استقبال کردند. در همین حال محمد ظهیر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت به نزدیکی شروع مقاومت تأسیس می‌یابد و مرکز آن پنجشیر خواهد بود. او این نکته را ضمن یک نشست خبری در شهر دوشنبه بیان داشت. به گفته او شخصیت‌های مطرح و با نفوذ افغانستان روزهای آینده جمع خواهند آمد و در این رابطه تصمیم خواهند گرفت. تنها جنرال مارشال دوستم نه، بلکه تمام رهبران جهاد و مقاومت، کسانی که به افغانستان اعتقاد دارند، در یه اواخر همش جمع میشه. شما شاهد یک شورای بزرگ مقاومت در سراسر افغانستان خواهد باشید. همرلای صالح دوامدار با اونا در ارتباط هستم. اونا فعلا سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان را به دوش دارند، در داخل خاک افغانستان در پنجشیر قرار دارند. اما او دقیقاً نگفت که آنها کی و در کجا جمع می‌آیند و این شروع را تأسیس می‌دهند. امروز تاجیکستان 30مین سالگرد استقلالیت خود را جشن می‌گیرد. با توجه به این رویداد در میدان دوستی راهپیمایی ساکنان شهر برگزار خواهد شد. همچنین شام امروز در ورزشگاه جمهوری دوشنبه با اشتراک حدود 20,000 نفر نمایش تئاتری شده برگزار می‌شود. همکارم نگاره فضل‌الدین از ساکنان تا 30 ساله یعنی جوانان زمان استقلال پرسید که ماه سپتامبر در کشور کدام سنه مهم را جشن می‌گیرند؟ ماه سپتامبر این سال تاجیکستان کدام سنه مهم را تجلیل می‌کند؟ 30 سالگی استقلالیت دولت هم را جشن می‌گیریم. استقلالیت هم؟ ما در سوالات روز استقلالیت کی است؟ 9 سپتامبر روز استقلالیت. Ой, давайте я не буду сказать. Чё? سالگی استقلالیت. کی است؟ 9 سپتامبر. سی سالگی استقلالیت 9 سپتامبر، روز 1 سپتامبر روز دانش. Независимость Таджикистана. Сколько лет? 30. Роз истеклолият. Ну, 30 лет независимости. Когда 6 сентября.
Где независимости. ضمناً در سفارت تاجیکستان در ازبکستان نیز 30مین سالگرد استقلالی دولتی تاجیکستان جشن گرفته شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است که چهاربینی با حضور نمایندگان نهادهای رسمی ازبکستان از جمله وزارت کارهای خارجه، هیئت کورپوس‌های دیپلماتی، راهبران مرکزهای فرهنگی تاجیکان ازبکستان، هموطنان مقیم ازبکستان، دانشجویان تاجیک و نمایندگان رسانه‌ها جشن گرفت. دادستان‌های زن در افغانستان که در زمان حکومت پیشین هم تحت خطر بودند، حالا می‌ترسند که هدف طالبان و هزاران زندانی رها کرده آنها قرار می‌گیرند. ایده از این زنان که در افغانستان ماندند از جامعه بین الملل می‌خواهند آنها را تنها نگذارند و دستی مدد دراز کنند. گزارش همکارمان طاهری سفر در این موضوع است. این گروه کارمندان زن در دادستان کل در کابل میگویند جانشان در خطر است. ترسشان هم اساس دارد چون طالبان در 20 سال گذشته مسئولیت قتل صدها دادستان و کارمندان حکومت را بر دوش گرفتند. این زنان دادستان میخواهند جامعه جهانی آنها را به جای امن برد. قطعا احساس آرامش نداریم، نه شب نه روز. ما از جامعه جهانی میخوایم در قسمت خانم ها خصوصا سارنوالا چی ذکور چی اوناس به تصمیم بسیار جدی بگیرن که جان هزینه همگیشان به خطر است و هر روز هر ساعت. دادستان‌های زن میگویند نه تنها از طالبان بلکه از زندانیان میترسند که این گروه افراطی ماه گذشته هنگام اشغال افغانستان آنها را آزاد کرد. ما هم از طرف طالبان احساس خطر میکنیم، هم از طرف زندانیان. هم ویدیو و اسنادی در دست داریم که طالبان گفتن که ما سارنوالا را نمیگذاریم و همچنین بر چندین همکار ما مسیج آمده، زنگ آمده از طرف تمام کسایی که در حبس بودن که ما انتقام خود میگیریم. به این لحاظ ما احساس مسئولیت نمیکنیم به هیچ وجه. ترس دیگری بانوان همچنین از آن است که طالبان زنان افغان را از دستاوردهای 20 سال گذشتهشان از جمله حق کار محروم می کنند. طالبان گفتند مخالف تحصیل و کاری زنان نیستند، وعده که اکثریت با آن باور ندارند. در حکومت نوشان نیز هیچ یک نماینده این طبقه آسیب پذیر افغانستان نیست. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 سپتامبر را فرا میگیرد. 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیرنوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اعلامیه استقلالیت دولتی تاجیکستان قبول شد. زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدرالدین اسلانوف امضا گذاشت. بخش اساسی آن را 1 سال پیشتر وکیل مردمی و رهبر جنبش رستاخیز طاهر عبدالجبار آماده کرده بود. دیرتر برخی از وکیلان گفتند آنها نیز پیشنویس‌های خود را به بررسی گذاشته بودند. تاجیکستان پس از 8 ماه اعلان استقلالیت به گرداب جنگ داخلی فرو رفت که 5 سال ادامه کرد و در آن 150,000 ساکن تاجیکستان کشته شد. 9 سپتامبر سال 2001 احمد شاه مسعود سپهسالار مشهور رهبر ائتلاف شمال افغانستان و سابق وزیر دفاع این کشور از جانب 2 عضو القاعده که خود را روزنامه‌نگار معرفی کرده بودند کشته شد. این 2 نفر مواد ترکنده را در دستگاه نواربرداری خود نصب کرده هنگام در روبروی کامera قرار داشتن احمد شاه مسعود آن را ترکاندند. پرزیدنت تاجیکستان در زادروز مسعود 2 سپتامبر سال 2021 با او و پرزیدنت پیشین افغانستان برهان الدین ربانی در سهمشان در صلح تاجیکان اردن درجه اولی اسماعیل سامانی داد. 9 سپتامبر سال 2018 در شهر ورشاو پایتخت پولش لهستان مخالفان تاجیک اعلامیه پیمان ملی را امضا کردند. با این اتحاد نیروهای مخالفان 4 سازمان، انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی و حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اعضا شدند. مخالفان گفتند هدف از تشکیل ائتلاف سرجمی نیروهای مخالفان تاجیک می باشد. دادگاه عالی تاجیکستان پیمان ملی را ممنوع و تروریستی اعلام کرده است. قرب پول ملی تاجیکستان سومانی نسبت به دلار به تغییر است. ارزش روبل روسی نسبتاً بالا رفته است.
بینندگان عزیز این بود برنامه نویدی بامدادی. تا برنامه بعدی خدا نگهبانتان.